در ادامه تمرکز سینمای ایران بر ژانر کمدی، سروش صحت دومین فیلمش صبحانه با زرافه‌ها را در ژانر کمدی ساخته است. از آنجا که او از اساس کمدی می‌سازد چندان عجیب هم نیست. فیلم اولش هم درام بود اما رگه‌های کمدی داشت. صبحانه با زرافه‌ها در ژانری قرار می‌گیرد که در سینمای جهان کمدی سیاه نام دارد. همین باعث می شود فیلم صحت خودش را از فیلم‌های کمدی به اصطلاح بند تنبانی جدا کند. پیش از این هم او در تلویزیون کمدی‌های خوبی ساخته و صبحانه با زرافه‌ها هم در ادامه همان مسیر است. در این ویدیو می‌خوایم به بررسی و نقد این فیلم جذاب بپردازیم. خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو ساب کنید. خیلی ممنون میشم. بریم سراغ ادامه ویدیو. از همان ابتدای فیلم یا حتی با توجه به پوستر فیلم میتوان فهمید که با یک قصه مردانه مواجهیم. قصه رفاقت مردانه که پیش از این نسخه تلویزیونیش را در کارهای خود صحت در سریال لیسانس ها دیده ایم. حتی گروه بازیگران هم همانند. به علاوه 2 بازیگر که به گروه بازیگری همیشگی سروش صحت اضافه شدند. آنجا هم موقعیت های کمدی بی‌معنی بین چند دوست مرد شکل می گرفت. در سینمای ایران این جنس قصه‌گویی را در کارهای بیشتر عبدالرضا کاهانی، کمی حمید نعمت‌الله و چند فیلمساز دیگر که در همین مسیر گام برداشته‌اند دیده ایم. این فیلمسازان خود متأثر از سینمای داریوش مهرجویی بودند و صحت هم چنانچه از گفتگوی اخیرش با فریدون جیرانی پیداست در همین دسته قرار می‌گیرد. صحت در کارهای تلویزیونیش به صورت ویژه در مجموعه لیسانس ها موفق شد این جنس کمدی را با امضای خاص خودش بسازد. یک سری المان‌های الحاقی مثل استفاده از موسیقی در قالبی همچون میان پرده هم در دنیای نمایشی صحت هست که در صبحانه با زرافه‌ها هم شکلی مشخص‌تر و پررنگ‌تری پیدا کرده است. بنابراین امروز ما می‌دانیم که این امضای سروش صحت است. چند شخصیت مرد، موقعیت‌های کمدی بی‌معنی با تأکیدها و سکوت‌های طولانی در دیالوگ‌گویی میان پرده با موسیقی. صحت به همراه دوست فیلمنامه‌نویسش ایمان صفایی در صبحانه با زرافه‌ها همه اینها را در قصه مشابه فیلم خماری قرار داده است. چند مرد خوشگذران در شب عروسی دوست نزدیکشان تصمیم میگیرند خوشی را با مصرف مواد مشخصاً کوکائین و شاید چیزهای دیگر به حد اعلا برسانند. تفاوت میان این 2 فیلم در این است که در نسخه آمریکایی خوشگذرانی مردانه چند روز قبل مراسم عروسی اتفاق میافتد و فقط به مصرف مواد منتهی نمی شود. اینجا به دلیل امکانات کم سینمای ایران و محدودیت‌های تفریحی به مصرف مواد در موتورخانه، عمارت، سالن عروسی، در ماشین، کنار جاده، توی ویلا محدود می شود. ایرادی هم ندارد چون خماری می خواهد یک فیلم سرگرم کننده مطلق باشد و هست. اما صبحانه زرافه‌ها می خواهد بجز سرگرم کنندگی و ایجاد طنز با استفاده از موقعیت‌های کمدی بی‌معنی، کمی شوخی جنسی از نوع مردانه و کمی رقص، حرفی هم برای گفتن داشته باشد. موفق به خلق درام نمی شود یا شاید علاقه‌ای به ساختن آن ندارد. با اینکه موقعیت دراماتیک به وجود می آورد و لحظات دراماتیک دارد، دغدغه اجتماعی یا سیاسی هم ندارد، گرچه شاید به نظر بیاید جاهایی دارد کنایه‌هایی به چیزهایی می‌زند. بیشتر از همه چیز آینه‌ای از 24 ساعت زندگی چند نفر است، نه آینه‌ای بخشی از زندگی که قرار است در قالب قصه‌ای روایت شود. خود زندگی با تمام اتفاقات معمولی و تصادفی عجیب و غریبش، جزئیات مهم و غیر مهمش، تصمیمات اختیاری و غیر اختیاریش که اگر نگاه فلسفی به آن داشته باشی ابسورد و بی‌معنی به نظر می‌رسد، در حالی که بسیار مهم است. ازدواج مهم است، مصرف مواد مهم است، مرگ مهم است. اما در صبحانه با زرافه‌ها چنانچه ژانر فیلم ایجاب می‌کند همه اینها به اجزایی از زندگی تبدیل می‌شود که می‌شود با آنها شوخی کرد. می‌توان به سان تمام دوستی‌های مردانه، عروس و شب عروسی را فراموش کرد و برای آخرین بار با رفقا خوشگذرانی کرد. می‌توان با اووردوز یک دوست در شب عروسیش مثل موضوعی عادی رفتار کرد و از آن طنز ساخت. میتوان مثل همیشه بعد از مرگ یک عزیز همچون روزهای عادی غذا خورد و حتی در این مورد خاص به فکر دختربازی هم بود.
این لایه روحی فیلم است، همان جایی است که صحت با زندگی شوخی می کند و جزئیات عجیب و غریبش را برجسته می کند. اگر آن نقل قول معروف منسوب به وودی آلن را در نظر بگیریم که میگوید کمدی تراژدی به علاوه زمان است، صحت توانسته است این کمدی را در لحظاتی به وجود بیاورد. صبحانه با زرافه‌ها تا زمانی که وارد نگاه فلسفی فیلمساز شود، با تمام تفاوت‌هایش شباهاتی به کمدی‌های زرد این روزهای سینمای ایران دارد. بله، نور و قالب بندی و کارگردانیش شاید متفاوت باشد، اما شوخی‌ها و دیالوگ‌ها همان است، هرچند با سکوت‌های زیاد و تصویری که می‌توان رد پای سینمای برادران کهن و بخشی از سینمای فرانسه حتی تایکا وایتیتی را در آن دید. به نظر می‌رسد صحت 1/3 ابتدایی فیلمش را برای آن دسته از مخاطبان سینمای ایران ساخته که می‌توان با رقص مردانه و شوخی‌های جنسی دم دستی ازشان خنده‌های آسان گرفت. همان کلیشه‌های همیشگی مهمانی‌های مردانه که یک کلیپ رقص هوتن شکیبا و بهرام رادان هم برای وایرال شدن در شبکه‌های اجتماعی از تویش در می‌آید. انگار در این مدت موتور فیلم دارد خودش را گرم می‌کند تا برای بخش‌های بعدیش که کمی عمیق‌تر و به فضای دلخواه صحت و مخاطبان خاصش تبدیل می‌شود آماده شود. آنقدر هم وقت گذاشته تا مخاطبان کم حوصله‌تر را با فیلمش همراه کند. اگر همین روند را ادامه میداد شاید میتوانست یک خماری ایرانی درست و حسابی بسازد. اما سروش صحت با فیلم قبلیش و حتی با سریال‌هایش هم نشان میدهد که فقط نمیخواهد قصه سرگرم کننده بسازد. تمرکزش روی جزئیات است و کمدی را از دل موقعیت‌های بی‌معنا و در عین حال با معنای زندگی بیرون میکشد. هرچند در فیلم دومش آشکارا از فیلم‌های سینمای جهان الهام میگیرد. مشخصاً در فیلم‌هایش مرگ را در برابر زندگی قرار می‌دهد و ابعاد فلسفی و این دنیایش را مورد بررسی قرار می‌دهد. حتی در شخصیت پردازی و اجرا هم به موفقیت فیلم قبلی و سریال‌هایش به طور ویژه لسانس‌ها نمی‌رسد. در مدیوم تلویزیون، هوتن شکیبا و باقی گروه بازیگران کارهای صحت موفق می‌شوند شیمی خوبی را به وجود بیاورند، اما اینجا ورود دو بازیگر تازه و شخصیت پردازی سینمایی مشکل به وجود آورده است. با اینکه در لحظات دو نفره وضعیت بهتر است و لحظات کمدی بهتری خلق می شود، اما در لحظات گروهی شخصیت ها یک جور بی‌انسجامی دیده می شود. پژمان جمشیدی با تمام تلاشی که می کند نمی تواند از پرسونای همیشگی خودش فاصله بگیرد و جنس بازیاش برای این فیلم و این جنس کمدی مناسب نیست. هوتن شکیبا و بیژن بنفشه‌خواه چون به اندازه کافی با صحت کار کرده‌اند وضعیت بهتری دارند. بهرام رادان تلاش خودش را برای درآوردن نقشش کرده که در ادامه همان بازی و پرسونایی است که در فیلم بیپولی نعمت الله به خود گرفته بود. اینجا در بازی موفق تر است، هرچند یک دست نیست و همچون شخصیتش بیرون افتاده است. یک مشکل عمده کارهای سروش صحت فقدان شخصیت زن و وجود شخصیت‌های کلیشه زن است. خودش میگوید محدودیت‌ها به او اجازه استفاده از شخصیت زن را در فیلم‌هایش نمی‌دهد. اما اینجا با اینکه فیلم کاملاً می‌توانست یک شخصیت زن داشته باشد، صحت تصمیم گرفته زن را حذف کند و سایه‌ای از او را در پایان نشانمان بدهد. اگر این شخصیت با آن لباس عروس ارجاع به مهشید هامون دارد، او را ما تمام و کمال در فیلم مهرجویی میبینیم و اینجا با یک سایه طرفیم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. لطفاً در کامنت ها بهمون بگید که آیا این فیلم واقعا ارزش دیدن داره یا نه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.